سلام، حالتون چطوره؟ خوبید؟ چرا برام کامنت نمی نویسید حالتون چطوره؟ دلتون میاد؟ من دوست دارم بدونم. من دوست دارم با شما صحبت کنم. لطفا برام بنویسید در چه حال و احوالی هستید. خیلی وقتی کلمه برست ورک رو بین مثلا دوستام اینا به کار میبرم، میگن چی هست؟ برست ورک یا تمرین تنفسی. شما وقتی که ورزش میکنید به خاطر اون حجم اکسیژنی که دریافت میکنید به نسبت یه روز عادی که ورزش نمیکنید و حالا اون فعالیت بدنی که دارید، یه حس و حال ناب و خوبی رو تجربه میکنید، حس سبک بودن رو تجربه میکنید. برست ورک بدون اینکه اون فعالیت فیزیکی رو داشته باشی، اون حس ناب و فقط صرفا از طریق نفس کشیدن به شما القا میکنه و خب خیلی فواید عجیب غریب خوبی داره، انقدر که حتی بعضی از پزشکا میگن که افرادی بوده که مثلا با نفس عمیق سرطانش رو درمان کرده. برست ورک صرفا همون نفسهای عمیقیه که آگاهانه میکشی و انرژی رو تو بدنت به جریان میندازی. خب انواع مختلف داره. فکر میکنم سرراسترینش تکنیک ویم هافه که خب میگه که 30 تا 40 تا نفس عمیقی که با بینی دم و با دهان بازدم و به محض اینکه دم تموم میشه بازدم، یعنی اصلا هیچ فاصله بهش ندی، اینجوری که 30 تا 40 تا اینو میری. بعد خب اول از همه بهتون بگم که اگر که بیماری قلبی دارید یا جراحی به تازگی انجام دادید یا باردار هستید، خیلی این نفس ها رو باید کنترل شده و آرومتر انجام بدید و هر جایی که فکر کردید دارید اذیت میشید، داره اختلالی براتون ایجاد میکنه و اینا، استاپش کنید. ولی اگر که هیچ مشکلی ندارید، از اینجا به بعد با من همراه باشید. نفس رو با دل و جون، یعنی دم پر بازدم قشنگ خالی، و اینکه از یه جایی به بعد حس سرگیجه بهت میاد و اینکه مثلا حس میکنی که قفسه سینت صفر شده الانی که بهتره که اینو، لطفا ادامه بده، هیچ اتفاقی برات نمیفته. تا الان یک مورد کسی نبوده که به خاطر تمرین تنفسی دچار مشکلی شده باشه. و اینکه نکته بعدی این که آگاهانه نفس بکش، اینجور باشه که دمو تجربه کن، ببین، حسش کن، بازدمو تجربه کن، ببین، حسش کن، رهسپاری کن با بازدم و دوباره دم. و توی محیطی قرار بگیر که استرس اینا نداشته باشی، ترجیحاً کسی سراغت نیاد تا 10-15 دقیقه. و اینکه اگر که بتونی بعد از این برست ورک مدیتیشن کنی، خب خیلی خوبه. اگرم که دوست نداری، مشکلی نداره، بعداً انجام میدی، اختیار دست خودته. میگم تکنیک ویم هاف به این صورته که بعد از پایان حالا 30 تا 40 تا نفسی که بنا به انتخاب خودت، اگر جزء کسایی هستی که مداوم ورزش میکنه، ورزش‌های هوازی میکنه، احتمال زیاد 40 تا نفس رو انتخاب میکنی چون برات نفس کشیدن راحت تره. ولی اگر که مثلا ورزشینا نمیکنی، خب این نفس کشیدن اوایلش برات سخته و در نتیجه ادامه بده. به مراتب گنجایش قفسه سینه، دلت افزایش پیدا میکنه و تو میتونی نفسهای جوندارتری بکشی و این نفس کشیدن انرژی زندگیه. لطفاً با ارزش بشمارش. بعد اینکه 30 تا 40 تا نفستو کشیدی، بازدمی که آخرین بازدمی که انجام دی، یعنی دمو گرفتی، کیپ تا هر چقدر که میتونی نفستو نگه میداری. و خب این تمرین رو هم میتونی نشسته انجام بدی، هم خوابیده، هر جور که خودت دوست داری. اولش ببین کدوم برات راحت تره، بعدن خودتو به چالش بکش.
و بعد از این که دیگه آخرین ذرت رو گذاشتی، یه دم عمیق میگیری تا نوک سر، اکسیژن رو با خودت میبری، خیره میشی به چشم سومت و اینو تا جایی که میتونی نگه میداری و بعدش نفست برمیگرده به حالت طبیعیش. وقتی که آماده بودی واسه دور دوم شروع میکنی. به همون صورت 30 تا 40 تا نفس که پشت سر هم و جون داره، دم از بینی، بازدم از دهان و بعد از آخرین بازدم کیپ میری تو دنیای خودت. حس میکنی که انرژی از تمام بدنت داره عبور میکنه، به جریان افتادی، انگار سلولای بدنت دارن میرقصن زیر پوستت. و بعدش دم عمیق تا نوک سر، کیپ نگه میداری تا زمانی که میدونی و ترجیحاً این تمرینات رو چشم بسته انجام بده که برات بیشتر بتونی حس و حالتو تجربه کنی، بیشتر به درونتو حس کنی، چون یه بخشی از توجه ما از طریق چشمامون به دنیای بیرون میره دیگه. وقتی که چشما رو میبندی تویی و دنیای درونت. و بعد از اینکه بازدمتو انجام میدی و نفس به ریتم طبیعیش برمیگرده، برای بار سوم به همین ترتیب شروع میکنی و بار سوم بار آخره. اصولا این تمرینات تنفسی مگر اینکه به حالت پیشرفته بخوای خودت امتحان کنی و اینا 3 دور 3 بازه هستن و اینکه اگر که کم آوردی، اگر که خسته شدی، اگر که نمیدونم توانشو نداشتی، لطفاً ادامه بده و بعدش یه مدال بنداز گردن خودت که تا پایان تمرین بودی. خب میتونی که از ویدیوهای یوتیوب سایر کسانی که حرفه‌ای تمرین تنفسی رو آموزش میدن کمک بگیرید. خب این میگم ساده ترین حالتشه. توی یوگا خیلی پیش میادش که میگن که این 2 تا انگشتتو بذار روی پیشونیت و با یک طرف بینی، مثلا طرف چپ بینی، دم کیپ بازدم، کیپ دم کیپ بازدم، کیپ دم کیپ بازدم. این تمرین برای اینکه تو بتونی نفستو بشمری و توجه تو بیاری رو نفست خیلی کمکت میکنه. نیاز به وسیله خاصی نداره، نیاز به جای خاصی نداره، نیاز به شرایط خاصی نداره. همین الانش که داری ویدیو رو میبینی میتونی با من انجام بدی. 2 تا انگشت بالای پیشونی و اینکه من نیمرخ بشم برای اینکه کامل تر ببینید. این انگشت شست و این انگشت یکی مونده به آخری، نمیدونم اسمش چیه، عامل اینه که کمک کنه که تو سوراخ‌های بینی تو بتونی ببندی یه جورایی و دمو با طرف چپت بگیر، بازدمو با طرف راستت. کیپ کیپ دم کیپ بازدم کیپ دم کیپ بازدم کیپ. همین 10 تا برو، بذار که آشنا بشی چجوری نفستو ببینی، حسش کنی. روش‌های دیگه‌ای هم هستش توی تمرین تنفسی. بگم که همشون 3 بازه‌ای هستن و اصولا بین 20 تا 30 تا نفس هستش. میگم این تکنیک قبلی که بهتون گفتم 30 تا 40 تا است، ولی 20 تا 30 تا هم اوکیه. مثلا یکی از مورد اینجوریه که با دهان دمو میگیری و با بینی بازدم. جوندار باید نفس بکشی. این هم همون صورت 20 تا نفس، 30 تا نفس که کشیدی کیپ نگه میداری و نفس بعدی به محض اینکه اون تموم شد تا ذره آخرش رو رفتی دم عمیق میگیری و اینو تا ذره آخرش نگه میداری و بعدش به حالت نفس طبیعی برمیگردی. یا نفس دیگه هستش که
من بهش میگم نفس 2 ضربه، به خاطر اینکه کلا توی تنفس باید دل بیاد جلو، یعنی تنفس سینه‌ای نداریم، تنفس شکمی درست ترین نحوه تنفس کردنه. اینجوری که تو با بینی نفس میگیری، شکم میاد جلو، و نفس دوم 2 ضربه ای گفتم، سینت میاد جلو، یعنی اینجوری میشه. اینم 20 تا 30 تا میری توی 3 بازه. آخرین بازدم تو تا ذره آخرش رو خارج میکنی، نفستو کیپ نگه میداری تا جایی که میدونی، و بعدی دم عمیق میگیری و نگه میداری تا جایی که میتونی، و اون بازه به اتمام میرسه وقتی به نفس در حالت نرمال برمیگردی. بعضی از تنفس ها هستش که همراه با اکشن بدن صورت میگیره. این به این صورته که مثلا دم از بینی تمام بدن منقبض میاد به سمت بالا، بازدم تمام بدن آزاد. توی چند نفس امتحان کنید که صورتتون هم کاملا مچاله بشه. اینم به همون صورته. 20 تا 30 تا نفس توی 3 بازه و آخرین بازدم نگه میداری تا آخرین ذره، و بعد از اون دم عمیق نگه میداری تا آخرین ذره، و بعد نفس به حالت نرمال برمیگرده. یا روشی هستش که دست ها از جلو ببینید کدوم براتون جالب تره، از همون شروع کنید، ادامش بدید. بدونید که این تمرینا خیلی تاثیرات شگفت انگیزی اول از همه روی آرامش درونی و خودتون میذاره و بعد روی دنیای بیرونتون. امیدوارم که نفستون پا برجا باشه. تا یه اپیزود دیگه میبینمتون.